یک آدم بسیار در سر دولت بود به آدم ها را شوم میشه. متشانی چه خلقش کمتر نوروزیه یکی با فکر ما اگر حکومتدارش کمتر ایستادگاری کن وضعیتشون معتدل کن با فکر ما اینم خوب میشه. اگه میگن که سمیه بیزورودف نباید نوروزگی بسیار اینه که به هر حال و نظر شما برای چی ناراضی هستن؟ برای با فکر دانندهشون شوم شده که حسابی بسیار ایستادنشون جی پرزنتشون. آخرینز یک چیزی نواری آدمیزاد میفروشه که همین چیز آگاه نیستم. نظر من است که دشمنان داخلی میخوان که وضعیت رو در بلاروس ناتنج کنن مثل اوکراین کنن. اینم قدر دشمنان بیرون و داخلی کارایی که اون رهبر این کشور لوکاشنکو کرده است به فایده خودی هم مردم بلاروس است. اساساً 80% به نزدیکی و یا آواز گرفتن و اون آدمانی که ناراضگی بیان کردن حتی 1% آدمان ناراضگی رو تشکیل نمیدن. Lukashenko неправильно میکند. برای چی؟ برای آنکه اونجا خلق 200,000 کس برآمده اگر خیلی میتینگ کند یک کجا توقی میبیاید یگان جا توقی نمیبیاید. با مملکتی بیرون از خود مشکل کنم خیلی موقعی کار دارم. خب پلیتیکا سرکار نداریم. شما به ناراضگی مردم چی نظر دارید؟ نه من نظر همه خیلی که باید ساختاری دولتداری مثل یک آدم 10 سال مثال نداره و سردار پرزیدنت شود بود یا بگذار دیگه آدم سر قدر دیگه پارتیات با سر حکومت بیان دولت اداره کنه نه که قبل دولت جنگ جوش نیود از طریق دموکراتیک شد.